بله هنرمند نافدار یه لبنانی ماهر زاین لآمده لسر برجن دیروکی آمده کلیبه کی دکشنه برهماوی قصیده که الهیه که کردیش با وجود تایبت آمده ترجیح کردیه و لسر برجن دیروکی آمده نه کما موزیک و گلک نافدار لآستا دنیای از اینجا بپرسم که چما آمد و چما موزیکا کردی ماموسا مرحبا تقلب بخير هاتي. First, salam alaikum. I'm so happy to be here in زور خوشحالم كل رملة ديال بكرم لبرا ولي رنك زور خلق بمنان قطوة بيبوب ديال بكر و دنجك تومار بكا قرانيك تومار بكا وزور خوشحالم كل رم وأم هلشم بكار هنا وبدسمنا وبوك أم كارا هنا ربكم وإن شاء الله كاركي باش دربشيتو همو تشيجي لبينن. Yes, as I said, بله هر وقت چون گفتم زور کس بمنیان گفت داوان لیکردم که تو دبیت براسی گرانیه به زمانی کردی بله تو امشلیه. گلکی بخیر هاتی پیروز و مبارک و نه و حاضری خود کن مایر زاین نایل ورا کلیبا خود بکشنه و پشتای به مونتاژ کردن ایجاد لسر امبیجن تورنج واکی و لسر حسابی وی للتلفزیون الشاشه یوره بلاف کردن هنرمندکی گلک نافداره و الهی بیجن نافدار یکوجی رفات ابله اوج شورمندی جرات که ما مرحبا شتر هنرمندکی ناو بانک یه لبنانی مایر زاین و الهی کی کردی وش بو كليب آمده ترجیح کردیه و تجی برای کلیپ نبرو که چی بحث چم براستی اف روزك دیروکیه هم جبو دیاربکر هم جبو زمان کردی لورا ماهر زين يرو لناف جهاني كسي كويناز نكتوني دواري سوریدیه دواري الهی بیجیه ده هنرمندکی گلک نافدارم نزی دو سالایه تکلیه ما بردوام بو براستی ما پرد خواست سرودک به کردی بخوینه هم جبو زمان کردی بیناس کردن و هم جبو ولات ما هیم بیناس کردن و الحمدلله ویجی قبول کرد نزی دو سالا ام لسر گلک برهمان سکنین ما گوتن ما نویسین گوتن ما به هفر نقاش کردن ده هری داوی بری 20 روز بری ما بریار دا الحمدلله و سرودا ما هات هولی آواز ویجی قسمک م چکر قسمک وی چکر قسمک چی حوالی می کردستان چکرن ان شاء الله ام باورن و آواز گله خوش سرودا گله خوش در کفولی برا گله مل بنده بن یکنگی به بلاف کردن سر تلویزیونان و یعنی جزویا بپرسیم جیه که شانش با کلیبی که در ترجیح کردن سوری نامدش در وایو چون که داره بگشای دیاربکر چقدر جیه کو مهم هبن لوی داره کوجبو کو ام دیاربکر هین باش بدن ناس کردن لجهانه جیه کوی دیروکی ایکو کو بیکو دیتن مر لگشا کشانده ددمک پر نزد یعنی ام باوریا مدندره هفته که در روزاد ام بی وشاندن گلک سپاس یک شکاسی ده بیجن نافدار و رفات آبلایی جرا شور من دید که نه حاضری خود کن و کلیبی لورک و کشانوی خلاص بود ایجا پشایل سر تلویزیون هم به بلاف کرد